من حسین اللهیاری هستم و اینجا شاه بیت. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از شاه بیت. در خدمت شما با معرفی یک کتاب دیگه، کتاب معشوقه سیاه به قلم علیاصغر داوری عزیز که از انتشارات فصل 5 چاپ شده. این کتاب مثل تمامی کتابایی که تا الان خدمتتون معرفی کردم مجموعه غزل هستش. چند تا شعر از این کتاب انتخاب کردم که براتون بخونم. امیدوارم که از شنیدن این اشعار فوق‌العاده زیبا لذت ببرید. معشوقه سیاه به قلم علیاصغر داوری از انتشارات فصل 5. فقط قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو ببینید، اگر علاقه به ادبیات و شعر دارید این کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و با کامنتاتون از من حمایت کنید. خیلی متشکرم. به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد. دفتر قلب مرا وا کن و نامی بنویس، سند عشق به امضا شدنش می ارزد. گرچه من تجربه ای از نرسیدن هایم، کوشش رود به دریا شدنش می ارزد. کیستم باز همان آتش سردی که هنوز حتم دارد که به احیا شدنش می ارزد. با دو دست تو فرو ریختن دم بدمم، به همان لحظه برپا شدنش می ارزد. دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد، نگهش دار به موسی شدنش می ارزد. سالها گرچه که در پیله بماند غزلم، صبر این کرم به زیبا شدنش می ارزد. دریغا باز اگر رستم پس از عمری پدر گردد، دریغا داغ سنگینی که روزی تازه تر گردد. چه خواهد کرد بعد از امتحان این بار ابراهیم، خودش تنها اگر از سمت قربانگاه برگردد. چه تضمینی که مصلوبش نگردانیم عیسی را، اگر یک بار دیگر نیز مریم بارور گردد. مرا در چاه درد خویش بگذارید و مگذارید، پدر از مکر رنگین برادرها خبر گردد. مبخشید جنگل از سرشاخه های خود به هر ناکس، بترس از شاخه سختی که بازوی تبر گردد. به آتش می کشاند شعله شعله جنگل خود را، درخت خشک تنهایی که در خود شعله ور گردد. ز داغ مادر دشمن کسی خبر دارد، که مادر است خودش داغ بر جگر دارد. که مادر است و دو سر سوز شمع هر جنگیست، حدیث عاشقیش قصه‌ای دگر دارد. به وقت جنگ به این فکر می کند مادر، در این منازعه سلطان چه در نظر دارد. به وقت جنگ به این فکر می کند سلطان، که شهر چند زن آبستن پسر دارد. به وقت جنگ غمش یا دلش بزرگتر است، زنی که چند پسر زیر بال و پر دارد. ز باغبان خودش آن درخت خورده لگد، که شاخسار تنش میوه بیشتر دارد. تاجی اگر به غیرت آهی عوض شده است، این سر همان سر است کلاهی عوض شده است. همبند من شده است نگهبان قصر من، ما خواب بوده ایم سپاهی عوض شده است. تیری نشسته است به پهلوم و زین عقاب، تنها پری بر افسر شاهی عوض شده است. شب همچنان شب است به تعبیر من، ولی تعریف قوم من ز سیاهی
عوض شده است. ظلمت کنایتی شده از زلف یار من، تفسیر واعظان ز تباهی عوض شده است. گه بار عشق و گاه غم میهنم به دوش، بر شانه هام بار گناهی عوض شده است. در سینه غیر آه اگر نیست غم مخور، کین تاج و تخت گاه به آهی عوض شده است. گله ما برده و چوپانی خود می کنند، بره ما مصرف مهمانی خود می کنند. کلبه های چوبی این شهر می گوید کسی، جنگلی را وقف آبادانی خود می کنند. هر سخنرانی که متنش دست خط دیگریست، خبطها در خطبه طولانی خود می کنند. غالباً بیریشه های دشت ها را گردباد بارها مشغول سرگردانی خود می کنند. وای بر شهری که با هر بار در پا ریختن، عامل ویرانیش را بانی خود می کنند. گاه سرداری که عشقش توی خاک دشمن است، کشوری را عاقبت قربانی خود می کند. خیلی متشکرم که تا به اینجای کار همراه من و شاهبیت بودید. امیدوارم که از شنیدن این اشعار فوق‌العاده زیبا لذت برده باشید. همونطور که اول پادکست خدمتتون عرض کردم، اسم این کتاب هست معشوقه سیاه از علیاصغر داوری عزیز که از انتشارات فصل 5 شما میتونید این کتاب رو تهیه کنید. مثل همیشه شما عزیزان رو دعوت میکنم به شعر و ادبیات و اینکه از این گنجینه فوق‌العاده غافل نشید. لطفاً هر از چندگاهی که میتونید یک بیت شعرم شده بخونید که روزتون رو زیباتر کنید. در نهایت و مثل همیشه امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون باشه و اگر هم اشکی هست اشک شوق باشه. تا یه شاه بیت دیگه، خدا نگهدار.